درود بر همگی، امیدوارم که روز فوق‌العاده رو شروع کرده باشین. من نهال هستم، نهال جعفری، کارشناس امور ملکی منطقه 1 تهران. در سایت 6 در خدمت شما هستم که با هم دیگه مهمترین ابزار کاری ما مشاورین املاک یعنی آگهی و نحوه درجمون رو در سایت 6 یاد بگیریم و بدونیم که به چه صورت آگهی خودمون رو ثبت کنیم و از چه کلماتی استفاده کنیم که احتمال دیده شدن آگهی ما زیاد باشه و آگهی با کیفیت داشته باشیم که از نظر مخاطبمون جذاب باشه و در نهایت بخواد با ما تماس بگیره و کار ملکیشو به ما بسپاره. پس وارد سایت میشیم. ما وقتی وارد صفحه مرورگر موبایل خودمون یا سیستم خودمون مثل لپتاپ یا کامپیوتر میشیم، وقتی هم به صورت فارسی هم به صورت انگلیسی 6 رو سرچ بزنیم، برای ما اولین سایتی رو که میاره اون رو بازش میکنیم و در اون قسمت یک کادر مربعی شکل هست به نام ورود به حساب کاربری. اون کادر رو انتخاب میکنیم و فقط کافیه که شماره موبایل خودمون رو وارد کنیم و منتظر این باشیم که یک کد 5 رقمی به شماره که وارد کردیم ارسال بشه. من کد رو وارد میکنم. چیزی که اینجا میخوام بهتون بگم، قبل از حالا من شمارم اینجا به اسم خودم در واقع ثبت شده بود. شما فقط اگر برای اولین بار وارد سایت 6 میشین، یه در واقع قسمتی هست که نام و نام خانوادگی شما رو از شما سوال میکنه و شما مثل من که نهال جعفری سیو کردم، شما هم میتونید نام و نام خانوادگی خودتون رو ثبت کنید و وارد سایت میشین. قسمتی که برای شما زده همین الان آگهی کن، اون قسمت رو در واقع کلیک میکنید و وارد ثبت آگهی ما میشیم، وارد صفحه ثبت آگهی میشیم که با اولین چیزی که مواجه میشیم عنوان آگهی هستش که خیلی مهمه که ما تو عنوان آگهی بیایم از کلمات کلیدی که احتمال سرچش توسط مخاطبمون زیاد هستش استفاده کنیم. بر فرض مثال از کلماتی مثل اوکازیون، زیر قیمت منطقه، سوپر لاکچری، کلماتی که به هیچ عنوان مخاطب سرچ نمیزنه، شما خودتون رو هم که به عنوان مخاطب خریدار یا مخاطب در واقع رهن و اجاره بخواید قرار بدین، هیچ وقت این کلمات رو استفاده نمی‌کنید. کلماتی مثل فروش، متراژ و لوکیشن رو بیشتر سرچ میزنید. به عنوان مثال من اینجا می‌نویسم فروش آپارتمان 200 متری در نیاوران. شما میتونید هر استان و هر منطقه‌ای که هستین همون منطقه مورد نظر خودتون رو در واقع بنویسید. و بعد از عنوانمون ما میایم سراغ انتخاب شهر که همونطور که میبینید تمامی استان‌ها اینجا برای ما فعال هستش. استان مورد نظر خودمون رو انتخاب میکنیم که من استان تهران، و بعد از اینکه استانتون رو انتخاب کردید تمامی شهرهای اون استان مورد نظرتون میاد و من دوباره شهر تهران رو انتخاب میکنم. و بعد از اون سراغ انتخاب محلمون میتونید هم سرچ بزنید و هم مناطقش رو مشخص کنید، منطقه 1، منطقه 2، منطقه 3 که ما منطقه 1 هستیم و من منطقه 1 رو انتخاب میکنم. بعد از انتخاب منطقه محدود ناحیه‌تون، نیاوران، حالا هر جایی که هستش اون رو انتخاب میکنید که من باز هم نیاوران رو انتخاب میکنم. بعد از اون میایم اینجا 4 تا فیلد داریم که حتما باید پر بشه، یعنی اگر این فیلدها پر نشه به صورت قرمز رنگ هم نوشته اجباری، سایت به ما اجازه ثبت آگهیمون رو نمیده. نوع واگذاریمون رو انتخاب میکنیم. نوع واگذاری میتونه فروش باشه، رهن، اجاره، پیش فروش، مشارکت در ساخت یا معاوضه که من فروش رو انتخاب کردم. نوع بنامون رو انتخاب میکنیم، آپارتمان، کلنگی، ویلا رو انتخاب میکنم که من آپارتمان رو انتخاب میکنم. نوع کاربریمون آیا مسکونیه، آیا تجاریه، آیا اداریه. نوع کاربری خودمون هم انتخاب میکنیم، مسکونی، و متراژمون رو 200 متره. بعد از اون ما میایم سراغ متراژ زمین، تعداد اتاق. ببینید دوستان، ما هر چقدر بتونیم که آگهی خودمون رو کامل‌تر بنویسیم و وقت بذاریم برای پر کردن آگهی خودمون، این حس ناخودآگاه به مخاطبمون منتقل میشه که وقت گذاشته این آگهی رو ثبت کرده، یعنی چیز سرسری نیست. متراژ زمینتون رو میتونید انتخاب بکنید، تعداد در واقع خوابتون مثلا 3 خواب 4 خواب انتخاب میکنید و قیمت. میایم سراغ قیمت. ببینید همینجور هم که اینجا ملاحظه میکنید قیمت رو بر اساس تومان نوشته، یعنی اگر بر فرض مثال قیمت فروش ملکتون 20 میلیارد هستش، حتما اون
10 تا صفری که داره اون 9 تا صفر میلیارد رو حتما وارد کنید، یعنی فقط 20 ننویسید، چون بر اساس تومان هستش. قیمت متر رو هم میتونید حساب کنید بذارید و میتونم حساب نکنید، قیمت کل رو بنویسید و قیمت متر خودش خود به خود حساب میشه و براتون ثبت میشه. پارکینگمون که آیا چند تا پارکینگ داره، آسانسور رو، تعداد پارکینگمون رو، 2 تا پارکینگ داره، 3 تا پارکینگ داره، آسانسور رو هر چقدر ما اینا رو مشخص تر کنیم خب خیلی بهتر، یعنی با نگاه اول مخاطب ما متوجه خیلی از کلیات در واقع ملکمون میشه. بالکنش رو مشخص میکنیم، آیا بالکن داره نداره، انباریش رو مشخص میکنیم، نوع سندمون اوقافی، بنیادی، تکبرگه، به چه صورت هستش. نمامون رو میایم پر میکنیم، سنگ، آجر، چوب، من سنگ رو انتخاب میکنم. جهت واحدمون آیا شمالی، جنوبی، غربی انتخاب میکنیم و میریم سراغ جهت ساختمانمون. جهت ساختمانمون شمالی هست، جنوبی هست. جنس کف رو انتخاب میکنیم، سنگ، سرامیک، هر اون چیزی که هست رو. جنس کابینتمون MDF من انتخاب میکنم. جنس دیوار رو من در واقع نقاشی انتخاب میکنم. طبقه‌مون طبقه اول، دوم، سوم، من سوم رو انتخاب میکنم. سال ساختمون نوساز، چه سالی ملک ما ساخته شده که من نوساز رو انتخاب میکنم. تعداد کل واحدامون، ساختمانمون 5 واحدی، 6 واحدی، کل واحدها رو انتخاب میکنیم. تعداد کل طبقاتمون. من اینجا این چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم، ببینید دوستان، ما تو آگهی که میذاریم چیزی که برام مهمه اطلاعات کلی ملک و ساختمان هستش. اطلاعات کلی ملک همین چیزی که الان دارین مشاهده میکنید، چند طبقه است، چند واحد، متراژش به چه صورته، چند تا خواب داره، مشاهاتش به چه صورته که در ادامه با هم دیگه میبینیم، چند واحد، تعداد واحد هر طبقمون، هر طبقه تک واحده. و بعد از اون میایم سراغ توضیحات که مهمترین قسمت در واقع آگهی ما هستش. ما تو توضیحاتمون هر چقدر که بتونیم نیاز مشتریمون رو برطرف کنیم، احتمال اینکه در واقع مشتری به ما زنگ بزنه و آگهی ما رو بخونه خیلی هستش. ما تو توضیحات میایم اطلاعات کلی ملک و ساختمانمون رو مینویسیم، مثل متراژ، مثل سن بنا، مثل اینکه چند خواب داره، چند مستر داره، آیا ساختمان چند طبقه است، مثلا 6 طبقه تک واحدی، طبقه چندمه. ببینید دوستان، درسته که ما تو این فیلد هایی که هست گزینه ها رو انتخاب کردیم، ولی ما هر چقدر بتونیم که بنویسیم. ببینید این کلمات، هر کلمه‌ای که شما می‌نویسید کلماتی هست که به سئو شما کمک میکنه. بر فرض مثال بالکن و تراس داره، آیا بالکن و تراسش قابل چیدمانه، در واقع مشاهات ساختمون به چه صورته، مشاهاتش فوله، مشاهات آبی داره نداره، توضیحاتمون رو کامل می‌نویسیم. ولی باید به این نکته هم توجه داشته باشیم، ما تو توضیحاتمون همون اول مخاطبمون براش مهم نیست که جنس شیرالاتی که داخل ساختمان کار شده چیه یا جنس سنگی که کف کار شده چیه. به خاطر همین وقتی ما بیام این توضیحات رو وارد ریز جزئیات بشیم، از حوصله مخاطب خارج میشه در واقع خوندنش. بنابراین من توصیه میکنم که در آگهی اطلاعات کلی ملک و ساختمان رو بنویسید، نه جزئیات رو. و چیز دیگه ای که من بهتون پیشنهاد میکنم، شما میتونید در ابتدای شروع آگهی خودتون تو قسمت توضیحات یه شعار تخصصی مخصوص به خودتون رو داشته باشید و این شعار باعث میشه که شما ناخودآگاه ماندگار در ذهن ها بشید. بر فرض مثال شعار تخصصی هلدینگ ما سفیر سقف آسایش هستش و تمامی بچه‌های ما این شعار رو استفاده میکنن هنگام درج آگهیشون. و در انتهای آگهیتون میتونید خودتون رو معرفی کنید، نام و نام خانوادگیتون، که بر فرض مثال من نهال جعفری هستم، کارشناس امور ملکی منطقه 1 با انواع اقسام فایل‌های مشابه در منطقه. یا به صورت تخصصی تر میتونید بنویسید با انواع اقسام فایل‌های مشابه در یک منطقه خاص، منطقه‌ای که شما کار همون منطقه تخصصی مورد نظر خودتون رو بنویسید. و بعد از اون هم میایم لوکیشن خودمون رو انتخاب میکنیم که باز اینجا نیاز نیست به صورت دقیق، یعنی به صورت پلاک اون منزل رو وارد کنید، همون حدودی هم که وارد کنید لوکیشنتون رو کافیه. بعد از اون
امکاناتی که داره رو پر میکنید و من بهتون پیشنهاد میکنم دونه دونه این امکانات رو وقت بذارید و پر کنید. اگر خواب مستر داره، اگر سونا داره، اگر جکوزی داره، هر امکاناتی که داره رو سعی کنید کامل پر کنید و در نهایت میرسیم سراغ انتخاب تصاویر. ببینید دوستان، 50% یک آگهی به توضیحات خوبشه، به توضیحات کاملشه و پر کردن فیلدها هستش. 50% دیگهش به عکسی که شما میذارید. خیلی مهمه. شما وقتی آگهیتون عکس نداشته باشه در واقع آگهیتون ناقصه و وقتی که سرچ میخوره توسط مخاطب خود به خود سایت و اون ربات سایت میاد آگهی رو که هم توضیحات کامل دارن و هم عکس دارن رو نشون میده و آگهی شما میره جزء دسته های آخر. پس بنابراین سعی کنید عکس های خوب، عکس های واضح از پذیرایی خونتون، از نورگیر خونه، از اتاق خوابا حتما بذارید که به دیده شدن خودتون و آگهیتون کمک کرده باشید. بعد از اینم که تصویر خودتون رو انتخاب کردید، آگهی خودتون رو ثبت میکنید و آگهیتون به شماره‌ای که شما ثبت کردید ثبت میشه. طور که میبینید ملک ما به عنوان آپارتمان 200 متری در نیاوران ثبت شد و میتونید آگهی خودتون رو کامل مشاهده کنید رو ببینید. همطور که ملاحظه فرمودید ما در کمتر از چند دقیقه آگهی خودمون رو ثبت کردیم و شما میتونید هر سوالی که در رابطه با نحوه درج آگهی یا هر مشکلی که هنگام در واقع درج آگهی هستش باش روبرو میشید و یا سوالی ذهنتون رو درگیر کرده با شماره تماس 5 رقمی 021 کد تهران 793 98 تماس بگیرید و منتظر پاسخگویی اپراتورهای ما باشید. اون رو به راحتی میتونن کمکتون کنن و در نهایت چیزی که هست و من بهتون پیشنهاد میکنم سعی کنید در هر کاری که هستید به صورت تخصصی فعالیت کنید و کار ما هم به صورت تخصصی در حوزه املاک اینه که در سایت تخصصی ملکی یعنی 6 دنگ آگهی خودمون رو بذاریم با نشاط باشید.